با خوردن حرف هرگز سوء هاضمه نمیگیرید. آدم بدبین سختی را در هر فرصتی می‌بیند. آدم خوشبین فرصت را در هر سختی. تا هنگامی که پایان‌های بزرگ در جهان وجود دارد، می‌دانیم که روح و معنی هستیم، نه جسم و جانور. اشخاص همیشه گناه را به گردن شرایط و بی‌نظمی می‌اندازند. من به شرایط و بی‌نظمی باور ندارم. مردان کامیاب شرایط و نظم را جستجو می‌کنند و آن را می‌آفرینند. موفقیت توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن شور و حرارت است. ماجراجو و خطرناک باشید. با روزگار به مقابله برخیزید و ترس به خود راه ندهید، زیرا هرچه پیش آید خوش آید. بزرگترین درس زندگی این است که گاهی احمق‌ها هم درست میگویند. کافی نیست حد اکثر تلاش خود را بکنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم. گاهی لازم است کاری را در حد کفایت انجام دهیم. امپراتوری های آینده امپراتوری های فکر و اندیشه‌اند. عیب جامعه این است که همه میخواهند آدم مهمی باشند و هیچ کس نمیخواهد فرد مفیدی باشد. بدون پول آرامش به دشواری به دست خواهد آمد. رو به پیشرفت یعنی دگرگونی، رو به تکامل یعنی دگرگونی های بسیار. سرسخت و پایدار باشید و هرگز تسلیم نشوید. هنگام انجام کارهای بزرگ برخی از رفتارهای ناشی از خودبینیتان را مهار کنید. کردار کارآمدترین شیوه برای آموختن است و نه پند و اندرز. سخنی که با کردار پشتیبانی نشود اندرزی پوچ و ناکارآمد است. شما در ذهنتان همواره از این آزادی برخوردارید که در سازش و آرامش غوطه ور شوید. موفقیت نهایت نیست. شکست کشنده نیست. این شجاعت ادامه دادن است که مهم است. ملتی که گذشته خود را فراموش کند آینده‌ای نخواهد داشت. ملتی که نتواند قهرمانان خودش را گرامی بدارد به زودی قهرمانی نخواهد داشت. موفقیت یعنی حرکتی از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق. فقر و اقتصاد ضعیف فقط دو دلیل دارد: یا حاکمان احمق هستند یا احمقا حاکم. جنگ و خشکسالی بهانه است. موفقیت بزرگ همیشه با خطر شکست بزرگ همراه است. انسان باهوش این سه چیز را به خانمش نمیگوید. هیچ وقت وی را مقابل دیگران تحقیر و یا کم نمیزند. هیچ زمانی از سن و پیری وی به وی نمیگوید. هیچ زمانی مرد هوشیار با الفاظ زشت با خانمش حرف نمیزند. از مخالفت نهراسید. بادبادک‌ها تنها زمانی میتوانند بالا روند که با باد مخالف مواجه شوند. همه از مردن در راه باورشان سخن میگویند، اما هیچ کس از کشته شدن در راه باورش دم نمیزند. حقیقت انکارناپذیر است. بدخواهی ممکن است به آن حمله کند. ممکن است نادانی آن را به مسخره بگیرد، اما سرانجام حقیقت پایدار خواهد بود. من شخصا دوست دارم بیاموزم، اگرچه همیشه نفرت دارم از اینکه به من بیاموزند. مهمترین کار ما این نیست که ببینیم در دوردست‌های مبهم و ناپیدا چه چیزهایی وجود دارد. کار ما این است که به آنچه آشکارا در پیش رو داریم بپردازیم. سیاست یعنی طوری به مردم بگویید بروید به جهنم که برای آنها این نیاز به وجود بیاید که از تو آدرس بپرسند. گورستان‌ها پر از انسان‌هایی که می‌پنداشتند چرخ دنیا بدون آنها نمی‌چرخد.
در ملل عقب مانده، آنان که با مشت‌های گره کرده انقلاب می‌کنند، روزی با مشت‌های باز گدایی خواهند کرد. ذهن مسئول تندرستی و آرامش شماست. شهامت چیزی است که باعث می شود انسان بایستد و سخن بگوید. البته این هم که انسان بنشیند و گوش دهد شهامت است. بهای هیچ چیز گزاف‌تر از انتقام جویی نیست. بدون انگیزه و شوق همه خوبی ها دیگر مفهوم خود را از دست خواهند داد. ما از جهانیان هیچ نمی‌خواهیم جز احترام. تجربه همیشه به سود انسان نیست، زیرا هیچ رویدادی دوبار به یک شکل رخ نمی‌دهد. درستکاری اهمیت دارد، ولی رو راستی نیز مهم است. از کنار مقبره‌ای گذشتم که روی آن نوشته شده بود: آرامگاه مردی سیاستمدار و راستگو. این اولین بار بود که می‌دیدم 2 نفر را در یک قبر دفن کردند. وقتی اسب‌های توانا اجازه ورود به میدان مسابقه را نداشته باشند، هر الاغی می‌تواند به خط پایان برسد. برای دیکتاتورها فقط یک شریک قدرتمند و قوی است، ملتی احمق. مرا از روی موفقیتم قضاوت نکن، بلکه در مورد من با در نظر گرفتن اینکه چند بار زمین خوردم و مجدداً به پا برخاستم قضاوت کن. همیشه غیر ممکن به نظر می رسد تا زمانی که انجام شود. هیچ موهبتی بزرگتر از گذاشتن زمان و انرژی برای کمک به دیگران بدون انتظار وجود ندارد. آموزش قوی ترین سلاحی است که می توانید برای تغییر جهان از آن استفاده کنید. مانند بردهداری و تبعیض نژاد، فقر طبیعی نیست. شجاع کسی نیست که احساس ترس نمی کند، بلکه کسی است که بر آن ترس غلبه می کند. شکستن و نابود کردن بسیار آسان است. قهرمانان کسانی هستند که صلح می کنند و می سازند. امواج زندگی را بپذیر، حتی اگر گاهی تو را به اعماق دریا ببرد. آن ماهی آسوده که بر سطح آب می بینی مرده است. یک فکر خوب و یک قلب خوب همیشه ترکیبی عالی هستند، اما وقتی یک زبان یا قلم با سواد را به آن اضافه کنید، قطعاً چیز خاصی می شود. باشد که انتخاب‌های شما منعکس کننده امیدهای شما باشد، نه ترس‌های شما. شجاع کسی نیست که احساس ترس نمی کند، بلکه کسی است که بر آن ترس غلبه می کند. اگر خواهان همکاری انسان‌های اطراف خود هستید، باید کاری کنید که آنها احساس کنند مهم هستند و این کار را با واقعی بودن و فروتنی انجام بدهید. به طور واضح، بینانه و منظم فرایندهای ذهن و احساسات خود را جستجو کنید. مانند بردهداری و تبعیض نژاد، فقر طبیعی نیست، ساخته دست بشر است و با اعمال انسان ها می توان بر آن غلبه کرد و آن را ریشه‌کن کرد. آزاد بودن صرفاً دور انداختن زنجیر نیست، بلکه زندگی بگونه‌ای که به آزادی دیگران احترام بگذاری و آنها را افزایش بدهی است. شما می توانید هر روز دنیای ما را برای بهتر شدن تغییر بدهید. مهم نیست این عمل چقدر کوچک باشد. شخصیت واقعی یک جامعه در نحوه رفتار آنها با بچه‌ها آشکار می شود. کینه مثل این است که زهری بنوشی و امیدوار باشی دشمنانت را بکشد. خوبی در انسان مثل شعله‌ای است که می توان پنهان باشد ولی هرگز خاموش نمی شود. بزرگترین افتخار در زندگی در زمین نخوردن نیست، بلکه در ایستادن بعد از هر بار زمین خوردن است. زمانی که مردم مصمم باشند می توانند بر هر چیزی غلبه کنند.
سختی ها بعضی از افراد را از پای می اندازد ولی برخی دیگر را توانمند می سازد.